مباد جان جهان بند بیسری باشد. نظام کار زمان با محلگری باشد. کسان به شیوه خود کج و مج سخن گویند، زبانی کوچه و بازار دلبری باشد. مباد اهل هنر پشت لهجه اش نازد، سرودی وقت پریشان و سرسری باشد. مباد شاعره که با هجای لرزانک و بزم شعر سزاوار سروری باشد. کجاست مرتبه رودکی و فردوسی؟ نخواد قسمتمان پست گستری باشد. به مکتبی که گلستان و بوستان خواندیم، چگونه درس ادب هرزه پروری باشد. ز شاهنامه و از مثنوی است دفتر ما، خوشا که کاخ بلندی سخنوری باشد. به زیر بالین طفلان کتابی بیدل ماند که این نشانه آیین دلبری باشد. کلام حافظ و سعدی سلام تاجیکی است، به فارسی و دری لفظ شکری باشد. زبان شعر زبان بهشتی باورهاست، بمان بهانه عشق و دلاوری باشد. تشکر استادان برای اینقدر غزل و شعرهای ناب که ما رو همیشه به کی بودن و چی بودن و هستی وادار می‌سازد همیشه فکر کنم. من از آن زمانی که با شما و با محیط شما آشنایم در زندگی همیشه سعادت یافتم و امیدوار هستم که این طفلکان که اینجا آمدن آنها نیز انشاءالله در آینده همین سعادت صد چند و هزار چند می‌یابند. تشکر بار دیگر.